سوال دیگر باز از کشور اوکراین از یک نفر. این کلمه نابخیرت تروریسم از کجا پیدا شده است که زیر سایه ناپاک خود مردم و جوانان را تحت فشار قرار داده سرسان و سرگردان نموده است؟ دوستی عزیز، متاسفانه اسمتون از یادم رفت. من پیشتر گفتم که این کلمه تروریسم از کجا ریشه گرفته است. اصلا معنی تروریسم این استفاده خشونت و ترس افکنی، هراس افکنی برای رسیدن به مقصدهای سیاسی و ایدئولوژی است. و شما ببینید که کی خشونت و نیرو را استفاده میبرد و کی میترساند مردم را، همون دیگر تروریست است. چین یک سازمان باشد، چی یک حکومت باشد. اگر پیمان ملی تاجیکستان از زورآوری استفاده کند، مردم را بترساند با واسطه سلاح، با واسطه ترکاندن، با واسطه کشتن یا به هر وسیله دیگر، پس یقینا این روش تروریستی است. اگر همین کار را حکومت تاجیکستان کند که حتما میکند و کرده ایستاده است، پس شما میتونید به راحت آزادانه بگویید که این روش‌های حکومت روش تروریستی است. اما متاسفانه من پیشتر هم گفتم که این واژه تروریسم بیشتر وقت استفاده سیاسی می شود و حکومت ها مخالفین خود را متهم به تروریسم میکنند تا اینکه دست خود را باز کنند برای سرکوبگری، برای پامال کردن حقوق و برای دور بردن دقت جامعه از مشکلات اقتصادی و اجتماعی. تشکر زیاد. نفر دیگر با اسم سپر وطن یک سوال ناروشن داده است. چرا اینقدر اثبات کردن میخواهی؟ نمیدونم منظورشون چی باشد. شاید شما فهمید استاد. من راستی چیزی نفهمیدم که سوال چی هست، اما چرا ما اثبات کردن میخوایم؟ من در جواب به سوال یک دوستمون قبلا هم گفتم که ما میخوایم اثبات کنیم که ملت تاجیک یک ملتی هست دارای تاریخ، دارای فرهنگ و سزاوار آن است که در یک شرایط بهتر زندگی کند. واقعا من اگر یک کمی آشکارتر و ساده تر بگم چرا میخوام اثبات کنم؟ میخوام اثبات کنم که آن وضعیتی که ملت تاجیک امروز دارد سزاوار ملت ما نیست. من با کمال یعنی صمیمیت این رو میگم، همچون یک تاجیک، همچون یک تاجیکستانی، که اون وضعیتی که ما داریم مناسب ما نیست. ما سزاوار به این نیستیم. ما سزاوار آن هستیم که یک حاکمیتی بهتر باشد. حتی ما سزاوار آن هستیم که یک اپوزیسیون از ما بهتر باشد. من نمیگم که فقط حکومت ما متاسفانه یک حکومت ناجور و ناسزاوار برای ملت است. من حتی اعتراف میکنم که حتی اپوزیسیون امروزه تاجیکستان هم یک اپوزیسیون نیست که ملت ما با آن سزاوار باشد. من میخواهم که در تاجیکستان یک حکومت قوی باشد، یک حکومت جوانمرد باشد که از اپوزیسیون نترسد، از ملتش نترسد، و در تاجیکستان یک اپوزیسیون باشد که خیلی بهتر از ما، قویتر از ما در داخل وطن باشد و مثل دیگر ملت‌ها و کشورها عمل کند. من همین رو اثبات کردن میخوام و دیگر دوستان، دیگر برادران، دیگر مردم آگاه تاجیک که هر روز داد زده ایستادن، هر روز صدا بلند کرده ایستادن، درد میکشن، اونا هم همین رو اثبات کردن میخوان. اونا میخوان اثبات کنن که در تاجیکستان امروز مشکلی هست. امروز یک گروه خرد دارد تمام سرمایه ملت را، امکانیت های ملت را به نفع خود استفاده برده ایستاده است و یک نسل را تربیت کرده ایستاده است، مثل این جوانان اوانگارد یا فابریکه جواب، که اینها تقریبا دارند رنگ مثل همون جوانهایی که ما در زمانهای شوروی بودیم، جوان 13 14 15 ساله، تفکر بسته شخص شده که فکر میکردیم اگر همین برژنف از سر قدرت برود تمام همه زندگی تمام می شود. در کره شمالی امروز مردم باور دارن، اعتقاد دارن، اهالی آنجا، که اگر همین پرزیدنت حاضره، حکومت حاضره برود، کره شمالی همچون حکومت و کره همچون ملت از بین می روند. تبلیغات، پروپاگاندا اونقدر ذهنشویی کرده است، مغزشویی کرده است که مردم به این باور کردن. در تاجیکستان ما هم یک عده جوانان به این باور کردن و ما میخوایم اثبات کنیم که این طور نیست. با رفتن یک نفر، با رفتن یک گروه، نه تنها وضعیت بدتر نمی شود، بلکه برای تاجیکستان ما بهتر هم خواهد شد. این رو من میخوام اثبات کنم و انشالله امید دارم که دلیل های ما، صحبت های ما برای اثبات کردن این وضعیت یک کمی هم باشد کمک خواهد کرد. سلامت باشید. پیشنهاد از ظهورزاده فردوس زبیدالله.
پیشنهاد من عموما به همه نهضتی ها و یا پیمانی ها لطفا شکست را قبول کنید. سیاست همین است و برد و باخت دارد. این را کرما میگویند. کرما با حروف کلان اینجا نوشته است. چون شما از اول برای نادرست بودید، مردم مغزشویی نشدند، جامعه گوناگون اندیش است، اما شما پایگاه مردمی ندارید. لطفا از این بیشتر آبروی خود و مردم تاجیک را در سطح جهان و نزد سازمان ها بد نکنید و یگان کار دیگر مشغول شوید. عجب دیوانه بوده است. سلامت باشید. من قبل از آن که به این سوال شنونده یا بیننده عزیز جواب بگم، از شما خواهش میکنم که اگر آیسته آیسته صحبت این موضوع رو جنببست کنیم خوب است، چون تقریبا 1.5 ساعت داریم صحبت میکنیم. انشالله در صحبت های بعدی حتما به این و سوال های دیگر جواب خواهیم گفت. اما برگردیم به سوال این دوستمان. بله، یک انسان، یک جوانمرد باید شکست را اعتراف کند اگر شکست وجود داشته باشد و ما هم اعتراف میکنیم که در مبارزه ما در مرحله های شکست خوردیم و اعتراف کردن شکست یا مشکلی یگان کمبودی ندارد، برعکس به ما کمک میکند که خود را از نو بسازیم، اصلاح کنیم و برای پیروزی های بعدی آماده شویم. در یک روند، در یک مبارزه چندین مرحله ها هست. مرحله پیروزی است، شکست است، حتی مرحله های هست که بعضا انسان ها کاملا ناامید میشوند. حتی من نمیدونم اگر شما یک انسانی باور محور یا دین محور باشید یا نیستید کار خودتان، کار شخصیتان، من فقط مثال میارم از تاریخ دین ها، حتی پیامبران هم گاه ناامید میشدند و رو به پروردگار می آوردند که پروردگار این همه شکست، این همه ناامیدی، این همه مصیبت برای چی؟ و قریب مانده بود که کاملا از ادامه راه دست میکشیدند، اما باز هم اون رسالت پیامبری یا اون الهام، اون وحی که می آمد آنها را وادار به آن میکرد که این راه و این مبارزه را دوام بدهند. اگر یک پیامبر با شکست مواجه شود و ناامید شود، چه رسد به ما انسان‌های پر از گناه و انسان‌های عادی زمینی که این همه مصیبت و این همه دشواری‌ها را میکشیم و با تنهایی، وقتی من میگم تنهایی، ما یک گروه خرد چه در پیمان ملی چه در نهضت، واقعا یک گروه خرد این همه مصیبت‌ها را کشیدیم و تحمل کردیم، در صورتی که تمام دنیا تقریبا در منطقه ما، تمام جهان با مشکلات ما کاری ندارد، یعنی رسیدگی نمیکند و ما را تنها گذاشتند، مثل همونه که در گذشته در تاریخ بسیاری از مبارزین تنها در مقابل ظالم ها، در مقابل ابرقدرت ها ماندند و یگانه مانده بود پروردگار که رو به خداوند بیارند و زاره و تولا و دعا و مناجات کنند، که دقیقاً برادران و خواهران در نهضت اسلامی تاجیکستان، در پیمان ملی و دیگر مبارزان در یک مرحله های در همین حالت قرار داشتند و برخی در همین حالت قرار دارند و ما این را یک شکست مرحلوی میدانیم که نه تنها ما بلکه ملت شکست خورد و اون وضعیتی که ملت دارد این یک شکست ملی است. امروز شاید برای برخی ها پیروزی باشد، شاید برخی ها مثل شما مثلا مثل خانواده رحمان که در قدرت هستند این را پیروزی خود میدانند، اما پیروزی موقتی یک گروه است. ملت در مجموع وقتی که اقتصادیات ندارد، وقتی که مهاجر دارد، وقتی که این همه مردم فرار کرده ایستادن، این یک شکست است. از آن جمله ما هم در یک مرحله شکست موقتی قرار داشتیم، اما از این به بعد تقریبا 1 سال می شود که ما از این مرحله شکست بیرون آمدیم و رو به بالا هستیم. همون عصبانیت و احساساتی که امروز در حکومت احساس می شود، این نتیجه آن هست که ما از این مرحله شکست بیرون شدیم و رو به پیروزی ها هستیم. دوستی عزیز، اگر شما ما را دعوت میکنید که شکست را جوانمرد را اعتراف کنیم، ما اعتراف کردیم، اعتراف داریم که یک مرحله ما شکست خوردیم. سوال من این است که آیا شما هم این جوانمردی را دارید که شکست خود را اعتراف کنید و اعتراف کنید که هم ملت را در شکست گرفتار کردید و هم خودتان از امروز به بعد دارید در یک مرحله شکست وارد شده ایستادید و شکست اول را در عرصه بین المللی خوردید، در سازمان ملل، در OBSE و الان در صحنه مطبوعاتی و اطلاعاتی خورده ایستادید. این همه سایت بندی و بلاک کردن ها نتیجه شکست است و مطمئن باشید که در مرحله بعدی شکست های بیشتر این حکومت خواهد خورد. اگر شما هم جوانمرد هستید و پایبند این اخلاق هستید، باور دارم که یک روز خواهید آمد و میگید که بله ما شکست را اعتراف میکنیم و ملت در مقابل ظلم پیروز شد.